بند هستم، من قرضدار هستم، قربانی سرم میشه، من قرضدار هستم. او بدبخت، او نیکبخت، او مردکه، چرا از من سوال میکنی؟ این لب خود جور نکو. او بدبخت، 5 لک قرضدار هستی، توی بچه کاکایت است. والله بس یاسرید 8,000 10,000 یک تانات کرتره میگیری، دیگر بگذار. لیکن اینطور ثواب بزرگی که قربانی است تو ایره کرده نمیتونی. ایله ها بری خود با خواسته رایستی. این مسلمانی بیغیرت، این بی شجاعت. اگر کاری دیگه حرام باشه 10,000 قرض میکنی، 100 یک لک قرض میکنی، کار در سر میرسانی، در فسق و فجور قرضا میکنی، 10 لک قرض داری دیگه هم قرض میکنی، دیگه هم قرض میکنی، در بدعتها در نارواها مصرف کرده رایستی. قربانی میرسه مولوی صاحب قرضدار هستم. بدبخت، چرا قرضدار هستی؟ اینقدر وجد داری، زمینا خریدی، اویلی داری، خانه پر از همه چیز است، تو یک گوسفند 7,000 و 6,000 را خریده نمیتونی؟ راستی ده بگو. خونه تو محبت به دین نداری، تو آخرت نمیشناسی، تو محبت با الله نداری، تو محبت با رسول الله نداری، تو یه عمل محبوبه درک کرده نمیتونی. درک اگر درک بتونی تو باز میفهمی که چی باید بکنی. از من سوال میکنی یا نمیکنی؟ در دیگه امور سوال کردی، در بدعت ها سوال کردی. روز میلاد که میشه باز چند هزار پرتاب سر ایستی. در بدعت ها شیطان تو را حرکت میده، اما وقتی که امر واجب و لازمی و ضروری میباشه باز بهانه میجویی. او مسلمان، کلی عمر دمی بهانه جویی تیر شد، دمی حیله ها تیر شد. بگذار از روی محبت عبادت الله را بکن، حکم الله را از روی محبت انجام بده. نماز میخوانی از صدق دل، از صمیم قلب، از محبت حکم الله نماز بخوان. نکن. لن ینال الله لحومها، نمیرسه به الله متعال از این قربانی ها گوشتایش، ولا دماؤها نخونایش، ولکن یناله التقوی منکم. او مومن تقوا داری یا نه؟ کدام امر الله را خوب بجا کردی؟ از کدام منهیات خود باز داشتی؟ در ذهنت است؟ درک کرده ای واقعیت یا نکرده ای؟ یک کمی متوجه شویم. دین چی را میگه؟ ایمان چی را میگه؟ دنبال دستورات رسول الله گشتیم، مولای خود مجبور کردیم که جناب مولوی صاحب ذوالحجه روان است، چی احکام داره که ما یک کمی تیاری و آمادگی بگیریم. یاران کسی همیتون پیدا میشه در این قدر میلیون ها مسلمان که پیش از پیش به عالم خود بگوید، پیش از پیش بگوید که مولوی صاحب عید آمده نیست، طریقه نماز عید چی رقم است، از کدام را بریم، چی بگوییم، در دیدگاه چی کدام کار بر ما روا و نارواست. لیکن ما از این ملاها توقع نداریم. ملایی که سراسر کلی عملش بدعت باشه، کلش عملش بدعت باشه، به مردم چی بگوید؟ برای او نمیگه. او بیچاره اگر سوالم بکنی مجبور است حدیثی رفتن نماز در ایدگاه ای را پټ کنه، پنهان کنه. این حدیث پنهان کنه که رسول الله نماز عیده با وصف که در مسجد نبوی یک نماز 10,000 نماز است، چه 1,000 نماز است. بازم نماز عیده در دشت خوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم. شان و شوکت و دبدبه مسلمان ها ظاهر شود، کوچه ها صدای تکبیر بلند شود، زنا حضور پیدا بکنه، مجمعه بزرگ مسلمان ها نشان وحدت و همبستگی خود نمایان بسازه. امروز